سلام دوستان، خیلی خوش آمدین. امروز قصد داریم در مورد یکی از موارد بسیار مهم به اسم پرداز یا پرداخت با هم صحبت کنیم. بعد از خط و قلمگیری یکی از موارد بسیار مهم در نشان دادن تیرگی، روشنایی ها و یا لطافت و ایجاد حالات پرداز هست. برای رنگ زمینه این اثر از گواش استفاده شده و پرداز و پرداخت روی اون آبرنگ هست. یکی از مهمترین موارد در پرداز کنترل میزان رطوبت قلم هست که بهتره به این منظور زیر ظرف آبتون یک دستمال داشته باشین، هم به منظور تمیز کردن انتهای قلمو و هم به منظور کنترل میزان رطوبت و خیسی قلم. و اما پرداز میتونه به صورت نقطه‌ای یا نقطه پرداز، به صورت گندمی یا بیضی، به صورت خطی و یا موجی باشه و میشه در بعضی نقاط از ترکیب اینها با هم استفاده کرد. من در اینجا سعی میکنم با بزرگنمایی خیلی بیشتر براتون شکل مشخصتر و بزرگتری از انواع پرداز رو اینجا ترسیم کنم. این فقط به منظور بهتر دیده شدن انواع پرداز هست و در واقع کوچکترین اثر از نوک قلم شما روی سطح رنگ یا کاغذ میتونه پرداز رو شکل بده. و اما نکات بسیار مهم در مورد پرداز: شما میتونید قلم رو در هنگام پرداز زدن به صورت مورب مثل مداد و با زاویه 60 درجه در دست بگیرید. بهتر هست برای پرداز زدن نوک قلمتون کوتاه باشه. برای پردازهای گرد و بیضی از قلمویی که کمی سرش خورده شده، رفته و کار کرده استفاده کنید و برای پردازهای خطی میتونید از قلموی تیزتر استفاده کنید. زمانی که پردازهای آبکی و لطیف میگذارید حتما به فاصله دو پرداز دقت بکنید که بازی نوک قلم در اثر برخورد به گواش باعث چرک شدن و گل شدن کار شما نشه. شما میتونید بعضی از قسمت ها مثل پشت پلک یا داخل چشم رو فقط پرداز نقطه‌ای استفاده کنید. در عین حال میتونه هر قسمتی از چهره به صورت ترکیبی از پرداز استفاده بشه، یعنی هم خطی هم نقطه پرداز یا حالت گندمی. چیزی که بسیار مهمه در پرداز زدن اینکه با هر دم و بازدم بهتر هست که یک نقطه پرداز بگذارید و اگر دوست دارید کار بسیار لطیفی داشته باشین بهتر هست که در ابتدای کار سایه های زیر و پردازهای زیر رو بسیار کمرنگ و لطیف اجرا کنید به طوری که به سختی دیده بشه. نکته مهمتر برای لطیف شدن کارتون این هست که برای شروع کارتون بهتر هست که رنگتون رو رقیق تر بردارید، به اصطلاح آبکی تر باشه و هر چقدر که به قسمت انتهای کار نزدیک میشین و نیاز دارید که تیرگی بذارید، رنگ خشکتر بردارید و رطوبت قلمتون رو کنترل کنید که کمتر باشه. به خاطر داشته باشید که برای صورت رنگ رو یک دست میگذارند و سایه ایجاد نمی کنند با رنگ زمینه و تمام پرداخت ها و سایه گذاری ها با گواش رقیق یا آبرنگ روی سطح زمینه کار میشه. در انتها امیدوارم که ویدیو براتون مفید و کاربردی بوده باشه و بتونید آثار بسیار زیبا و بی‌نقصی رو اجرا کنید. موفق و پیروز باشید.